دودکی از این خانه به در می آید، من منتظرم ای دوست خبر می آید، من منتظرم ای دوست قناعت کردم ای سوختای دل بوی جگر می آید، ای سوختای دل بوی جگر می آید. ناحیه شمسدین شاهین که پیشتر با نام ناحیه شوراباد معلوم مشهور بود، در بلندی تقریبا 1,500 بالا از سطح بر جای گرفته است و موقع اینجا کوهستان است. ناحیه شمسدین شاهین در گذشته های دور مرکزش با نام تیره معمول و مشهور بود در تاریخ. وقتی که از سرچشمه های تاریخی، از مدرک ها و از لغت ها در میابی معنی کلمه تیره از تی و رای گرفته شده. معنی کلمه تی اونجایی که دشت است، زمین وسیع است، و معنی کلمه رای اونجایی که مزروعات یا که زراعتی بسیار میروید، به معنای دشتی که زراعتی فراوان میروید. به همین معنی این موضع رو تیره نامیدند. مردم اینجا اصلا به زراعت کاری مخصوص غله، جو، نسک، نخود اینجا بسیار فراوان میروید و بعد به چارواداری مشغول بودند سالهای ماضی و همزمان به باغ و باغ پروری سالهای آخر خیلی سخت مردم دست و پنجه نرم کرده است. ناحیه شمسدین شاهین چیزی که در بالا گفتم ناحیه کوهستان است. اینجا مزه‌هایی دارد که برای سیر و سیاحت بسیار باب هستند. از روی سرچشمه ها این مردم اکثرشون مردمی هستند که از همون سالهای عصرهای 17 و 18 که در شهر سمرقند و در حوالی اون دهبید مردم بسیار به گرسنگی دچار شدند و حاکمان دور مردم را رنج عذاب میدادند، گویا هجرت کرده به همین موضع تیره اومده زندگی کردند. در اینجا مردم ها قسمش همون از دهبید میگن، مردمی که با قول اینها را مردمی راغ میگن، بسیار اینجا مقیمی بودند. بعد از دهبید اومدن اینجا مقیم شدند، بعد از طرف های یاقسوی خوالینگ اومده اینجا مقیم شدند و قسم مردم دیگر از درواز اومده در همین موضع تیره زمین مسکون شدند و امروز با هم دوست و برادر و با هم خوش تبار سر یک دسترخوان نشسته با هم عمر میبرند و زندگی به سر میبرند. اگر به تاریخ این مردم نظر ندازیم، در حقیقت مردم هنرمند هستند. ببینید در بین همین مردم کدبانوهای هستند،
زنهای سالاری هستند که تمام نمودی خوراک‌ها رو پختنشان از دستشون میآید. مخصوصا اگر شما دقت کرده باشید و به همون خاندان میمونید کوشش میکنند که از همون خوراک‌هایی که در بین همین مردم مشغول است و استعمال میکنند پیشکش میمان کنند. از خوراک‌های شیر و دوغ از همون شکراب دوغی شروع کرده تا فتیل مسکه و تا قروتاب و تا حتی همون پخته قیماق میگویند که از روی شیر مردم میگیرد پیشکش مردم میکردند. فتیل مسکه قد ملی توجیکی مو قدیم لایم کلون اومدگی ما با همه فتیل مسکه با همه ارد گندمی میکنیم بگیریم. وقتی که دو قیم مسکه را گرفتیم نوزی فتیل معده میکنن بعد در میمونن کف میدنن. اگر بعد چگدان میکنیم گرم میگیریم میکنیم. خیلی بودم خوش خربزه قطع میخورم. شاو نمیخورم برای که چه باتم از کفتی آبیده میخوام چوش تاریده میخورم شیر برنجی همه اینا رو زودتر همه شکم گشنشون همه سفرکت میخورم. وقتی کمی تیار شد بودم از که شیر میریزه بودم از دوغ قطعی میخورم عسل قطع خربزه شیرینی هر یک بودم با خوش خچه شکر هر بودم با خوش خچکت میخورم. از مصرف شیر تیار می شود. وقتی ما همین شیر رو پختیم همین بلند سرد کردیم همین از همین خب همین خب معلوم می شد گل شیر میگن. برای بکنیمش که این همین خبی که این همین خب بلند میکنیم هم شیر بسیار میجوشد و بعد همین خبی که میکنیم همین خیلی بلند میشود میجوشه همین تنگ همه علاوی خیلی لخشه بسیار میمونن. یعنی که خیلی بلند که خیلی سر کردیم همون علاوی پخته که در تش مال همون خاق میشود همون روغن همون چیز همین شیر در همون قیماق میمونه. این خوراک قدیمه تاجیکی است. از همون بیبی ها موندگی. فکر میکنم که اگون چیزی دنیا مونند همین قیماق با لذت نیست. قیماق ما تیار شد.
زنهای این موضع نوحه شمسین شاوین کلا زنهای چیرده هستند. از اون خاطر که کلا همون لباسی امروز که متاهای قیمتباهای خارجی است اینها رو نمیپوشیدن و مردم از همون متای عادی پختگین لباس میدوختن، بخصوص چکن، لباس چکن، حتی پایجامه چکن. سین خوردی چقدر که مادرم با همی قلم زنی مثل قلوب کنی و کوپا چکنی و همی چیزا شاق حواس داشت من دارم از او همی چیزا را بسخ کرد سین سیبدم خوارچمای داد دیگه کتا چکن دختم هم کلونه و چودر میگذارم وقتشون زنه که بسیار جمع کردم ما تا یا خونه است دیگه او چه میگه اتخت میگه پس که میگم نه اول کتاب بود کنم میرم زنه کنیشون میتونم که اون تعریفش کردم که محلاتیست میگه یا قدره کته چکن زنده است حیرتیش دن که مثل خورده کته چکن داد هم دختم هم قلم زدم میرم خونه همسایه میگم که خانم یا پیش کتابم در تیار کنین تیار کرد دادم آوردم کندم دوختم و اوه از 3-4 متر دوختم رو کتا زوره گرفتم اما خیلی همه کار وقتش نزدیکی داره همه کار مهنت در کاره وقتی که ما همی مثل یکون منظره را انتخاب کنیم که مثل ما هم را داری متو جای تیم ما همون چیزا در کلمون اول جای میکنیم انتخاب میکنیم بعد چشم میبینیم در کلمون انتخاب میکنیم همون چیز باید تیار شد بعد ما داری متو میبریمش مثل همه پرنده هایی که مثل در بهار خوان زنده میشن و با ققه میزنن چه میزنن که مثل بهار اومد بخیزه میگه همه به کشت کار تیار شد فکر کردم همه خیلی همی جواب دادیست از همی دستت کتا چکن قلم زدم و میخوام خطا شنبه تو کلوب مثل لیال پاروار مثل همه مجا همون چیز همون مشتری پیدا میشه فرق خور میوین همون کتا میورن من قلم میزنم مثل من همین چیزا کردم همه میدونه که همین آدم قلم های پای دولت بگی من میگه مثل میگه که ما فرق داره بسیار آدم ها میزنن که قلم با هر قلم فرق داره او پوریگ میزنه اوش که جدا میزنه وقتی که ما همین قلم میزنیم میگه که امرا بنویسم ایش چی میام مثل من همه امرا می نویسونم او بعد بفهمینه هاست اینا ایجا نویسوندم اینه میگه نویسونم که می قلم تا فراموش نکنی اینه خیلی بنویسونم که مثل ایش زرد میاد ایش گیلو میاد برنی چمیلی میایم می نویسونم اگر نه نویسونم او هوایی همون چیز رنگ و رنگ نمیایم همه طرزی همه پر کردن همه قلمو را ای مادرم اساس میگفت بچه میشه خیلی اما مادر اومده که ما اگر همه چیزا نزنیم هیچ کی دختر نمیتونه همه چیزا اساس سرشوی نقش نگار می ای قلم زدنه انسان هنر داره با آبروی حرمت میکنن احترام میکنن مثال اپای فلانی گفته اومده حرمت میکنن و واقعا یک چیز بسیار خوشبختیش همین است که چکندوزی اینو احیا شده است و امید است که اینجا باز همین هنرها رونق می‌یابند رواج می‌یابند و به نسل آینده با خیلی زیبا و قشنگ تقدیم می‌کنند. کار اول مادر کلانو میکرده که ما دمی اولادمون چی استایی بود همی هنرمندی را داریم پدرم با استای دوریدگر استای آهنگر بود
ببین خیلی خیلی قلمزن بود و ینگوم هم خیلی بودن امی کسب ایمی حواسی مورا دیگه خود کدری بودم خیلی نه تو زیر رفتی سین بود نم سویوم هستن خواهرام هستن و همه هستن دخترام هستن همشون امی دوزندگی را همه اینم یورا قلم زدم و همه اینم یورا با یودن میکنم و یودن میدوزیم و چی میکنیم با نسکی اونا پومیری میبوخون با اونا کوکل کدم اونجا اونا رفیده برای نونپزی خیلی اینجا فرنجین اینا یا قلموی پیش من مرحبا بهار نویسندگی زد اینش در اولیمپیاد 80 نویسندگی یک خیلی سالی 80 اولیمپیاد بود اینا پس ایده نویسندگی اولیمپیاد 80 زردوزی میکنم جامعه میدوزم و تمامی کاری که همی هنرمندی هست همه کار ایدستم میوید زبون نباشه هیچی نمیشه می عوض هیدودکی بود و همه کار عوض دارم و زیرم عوض دارم میگم و زیرم که چه بازم میکنم قدیم الایام همی مردمی ما هنرمند ایوان همی نقش و در همی شروبود به درجهش بود که و زیرم میگم که هیچ جا به شروبود نمیرسه همه هنره دارن اما در تمامی جا نقش شروبود هم میشناسم نقش شروبود وزمین های بقوه دختگی وزمین های قلمی خدمت در امریکا برای میشناسم قلمی زدگی خدمت میشناسم وقتی که همون با متا سوزن میزدند و نقش نگار میکردند در همون متا آنها زیر یکی لب میگن یا که مردم ما اینا بیشتر کلمه منگه میگه یا که در ادبیات به معنای ژک است و همون زیر لب حافظی میکردند و روز نیاز خود را به همون به خداوند میرساندند بحری امید خست تگشت چه با در دلم شعر نوشتم چه با در دلم شعر نوشتم چه اشکی علمم ریخته به مثل دریا اشکی علمم ریخته به مثل دریا تنها نیستم به تویم تنها چه تنها نیستم به تویم تنها چه وای خاکی وفات را سیریشتن و چه نکویی به نامی تو نوشتن و چه نکویی به نامی تو نوشتن و چه خاکی قدمت بدیده باید گیرنی آنان که طلبگاری بهشتن و چه آنان که طلبگاری بهشتن و چه آنان که طلبگاری بهشتن و چه وقتی که مردی در کوهستان زندگی میکند میخواهیم نمیخواهیم اون باید حافظ باشد شعر گوید ترانه خواند از همین زیبایی های طبیعت به وجه بیاید مصرع بالای مصرع جمع کند یا که قطره به قبل استاد فرستاده از رمو قطره از خون جگر کم کند این مردم به این چیز بسیار شوق و هوس داشتند افسوس و بهار ما چه گل میگذرد گاه به طرب گاه به ظلم میگذرد هر ساعت روز سال در نوبت خیشه
غلیده چدا نه بدول میگذرده ای غلیده چدا نه بدول میگذرده یه دوست فراموش نکن شبها را او شبهای دراز شیشتنای یک جاره در با دیله که هممان شیشته می او شب را یا بنی دیگر نیابه مورایه مردم اینجا هم امروز هم هستن، اما این دوباره دادستان بیلو تیشه و تبر و کلن میسازن. این کسب از پدرمون به ما میراث مونده است. او هر خیل اسباب‌های برای روزگار میکرد، ما میدیدیم و در دل از همون حواس ساز کردن همی اسباب‌ها پیدا شده بود و در وقت‌های بیکاری و کسبی که شغلی دوست داشته من همین کار است. یگان چیز سیگیر کردن که به فایده آدمان، به فایده خواجگی، به فایده هر یک خاندان باشد. چیزی که من ساز کردم همه اینها برای هر یک خواجگی، هر یک خانه چیزهای نهایت در کاری و مهم. تور، من قیچی‌های برای سیب‌ها را بریدن، یک کفگیر، قیچی برای راست کردن لیگوسترو، شوخین، کدمن، خسکشک، همین چیزهایی هستند که در خواجگی هر یک خواجگی باید که از این چیزها داشته باشه. سال گذشته وقتی که ما برای چیدن حاصل سیب رفتم به باغ، وقتی که نگاه کردم نهایت سیب بسیار ریختگی بود، یعنی که از قریب یک 40% حاصل سیب در تگ سیب بود. بعد فکری چی خیل ریزه کردن، یعنی مایده کردن، یعنی در فکر من غلطید و یک در دوام یک قریب یک ماه من فکر کردم همه خیلی اسباب ساختم که نهایت برای هر یک باغدار این نهایت ضرور است، برای که حاصل باغ تلف نیابد. وقتی که من این رو فکر کردم این در یک دقیقه 10 کیلوگرم سیب رو ریزه میکند. اگر با ساعت قطعی بگیریم و اگر به استراحت اگر کنیم یک ساعت 1 تن سیب رو میده کردن ممکن است. و همین درجه فکر کردم که این محصولات این با طلبات بازار جواب داده تواند. من سال گذشته 700 کیلو سیب قوق با همین بریدم، قوق کردم و این محصول این اسباب حاضر تو با روسیه رفته رسید. بعد اون که در پیامشان جناب عالی سال 2018 سال هنرهای مردمی و صحیح اعلان کردن، مردم باز به قول برای زنده کردن همین چیزها دو دسته چسب. امروز کلانسالان همون هنرهایی که داشتن قریب یک قسمشون به خزینه یا که به خاطرات تاریخ رفته بودن، از خاطرات بیرون رفته بودن، امروز زنده کرده هستند و دخترانی که سین مکتبی و کلانسالان اونا هم لکه در پهلوی مادران و بیبی های خود نشسته همون هنرها را رواج بخشیدند و رواج داده ایستادند. محمورچه میکردم، نمیدوختم، خیلی دیدم روچم که میخست یکم کرد درام میستود خیلی بیرون میکم، ساز میکم که میدوختم.
یک بور میدودی ایروش متریال میمونه و ایروش میدودی آسان نیست مینت طلب اینا با گواره نه دست بندک پو بندک میگن اینا یا شروطلی گواره ایگو دکت رفیده بچه خیلی اونوش تکسری هم اونوی پیشه تکسری هم این ایشان تکسری هم خیلی نمی هیچی نمی خیلی میدودی بر میچرمونی یک تشکشون نیوید و از هر دستوز نمیگیرم مینه پر طلب دو بودی تکر یک روزه دروزه نیست شیرازی توقی میدودم ای پوچه میدودم این ای کوکل ساز میکنم نمیو همش کردیم چیو خودم اخترو من کلینو من قیلی اویله خود نقش میدودن خیلی شیراز میدودن در دوی دختگی میرم و بردوشون میرم نر میگه ایمه که پدر بی نر خوبه ناحیه شمسنی شاهین مکانی است که امروز همون بزهای مارخور یا که شاخپند امروز هم در همه جا خیلی زیاد دیده می شود و گمان میکنم که هر یک سیاح هر یک بیننده از دیدن این منظره های زیبا یک کیفیت میبرد بخصوص در وقتی آموز تماشا کردن همین حیوانات و جنگ آنها با آدم به هر یک بیننده یک کیفیت خاص میبخشد. ناحیه شمسنی شاهین مکان هنرمندان یعنی آنهایی است که در صنعت تئاتری و کینو مقامی مخصوص دارند کی نمیشناسد هاشم گدر ارتیسی خلقی سیسی هنرمند جهانی را کی نمیشناسد گلچهره صادقова فیضعلی حسن میرزاوطن میروف موسی عبدالرشیدов تقی‌مراد رازق جمعه‌خان سفرов 30% هنرمندان جمهوری امروز همش زاده و پرورده همین آبخوری سرزمین شمسنی شاهین است.
چندینه ای از پیا جلو مدو مازری زینه ای از پیا جلو مدو مازری